خب سلام رفقا، به این ویدیو از کانال من خیلی خوش اومدید. امیدوارم که خوشحال و سلامت باشید. خب رفقا، اگر متوجه شده باشید ما چند ماه غیبت داشتیم که حالا زیاد مهم نیست و اما موضوع خفن ویدیوی امروز، شاید بعضیاتون اون شورت ویدیو رو دیده باشید که توضیح کلی درباره سونی و نینتندو دادم و اما امروز گفتم که بیام توضیح مختصر و کاملی درباره این موضوع به شما عزیزان بدم. پس رفقا، قبل از هر چیزی ممنون میشم اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و چنلمون رو هم سابسکرایب کنید. اوایل دهه 90 میلادی بود. پلی استیشن میخواست کنسول شراکتی با نینتندو باشه، اما چرا؟ اون زمان سونی غول تکنولوژی بود. سیستم صوتی، تلویزیون، واکمن و کلی وسایل الکترونیک دیگه تولید میکرد. رفقا، به طوری که اگر دهه 80 و 90 میلادی زندگی میکردید اکثر وسایلتون از برند سونی بود. و اما یه چیز خیلی مهم و خفن داشت که خیلی مربوط به ویدیوی امروزه. اونم چیزی نیست جز تکنولوژی ساخت دیسک و سی دی، به طوری که هیچ برند یا کمپانی دیگری اونو نداشتن. و اما نینتندوی غول کنسول و بازیسازی خفن بود، اما یه مشکل داشت. بازی‌ها روی کارتیج بودن. کارتیج‌ها ارزان و سریع بودن، اما ظرفیتشون خیلی محدود بود. برای همین برای بازی‌های حجیم به مشکل برمیخوردن. رفقا، اینجا جای خفن ویدیوه. نینتندو میدونست که آینده مال دیسکه نه مال کارتیج. برای همین ترسید که سونی بازار رو به دست بگیره و نینتندو برای همیشه فراموش بشه. پس نینتندو یه کاری کرد. به سونی گفت اگر قرار نیست رقیب باشیم پس بیا شریک باشیم. و سونی هم قبول کرد و قرار شد که یک کنسول شراکتی به اسم نینتندو پلی استیشن با هم بدن بیرون. کاربرا خوشحال بودن. مردم میگفتن که این کنسول بازی خیلی خفنه و قرار تاریخ بازی‌های ویدیویی رو به کلی عوض کنه. و اما بوم، یه روز قبل از انتشار کنسول نینتندو میره با فیلیپس قرارداد میبنده و به کلی میزنه زیر همه چیز. رفقا، اینم داخل پرانتز بگم که سونی درست چند لحظه قبل از انتشار کنسول فهمید که نینتندو معامله رو فسخ کرده. و اما سونی چیکار کرد؟ سونی گفت اگه نمیخوای شریک باشیم پس رقیب میشیم. تیم سونی از تجربه CD و مهندسی صدا که توی پروژه نینتندو پلی استیشن به دست آورده بود استفاده کرد و یک شاهکار واقعی خلق کرد. این شاهکار به کلی صنعت گیم رو جابجا کرد و صنعت بازی‌های میلیون دلاری رو استارت زد. حالا اون چه کنسولی بود؟ اون کنسول اولین نسخه پلی استیشن یعنی پلی استیشن 1 بود. کاربرها واقعا خوشحال بودن. گرافیک بیشتر، صداهای خفن‌تر و واضح‌تر و بازی‌های شاهکار کاربرها رو به وجد آورده بود. از اون روز به بعد نینتندو نه تنها غول بازار نبود بلکه در حال تجربه یک شکست خیلی بزرگ بود. خب رفقا، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. ممنون میشم اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید و اگر نظری انتقادی دارید حتما توی کامنت ها بهم بگید. میبینم و جواب میدم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.